سلام، خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از کانال من علی هستم از کانال دارک نایت. خب اومدیم با معرفی یه سایت که برای بازی واقعا سایت خوبیه. حتی میتونید با ضعیف ترین سیستم ها و موبایل ها هم توش بازی کنید. خب بدون معطلی بریم سراغ ویدیو و یادتون نره که کانال منو سابسکرایب، لایک و زنگولش هم فعال کنید و حتما این ویدیو رو میتونید که واسه اون افرادی که واقعا بهش نیاز دارن اشتراک گذاری کنید. پس بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. Let's go. خب حالا وارد کروم میشیم. مهم نیست کروم باشه، مرورگر اینترنتتون میشین. من واسه کروم میرم. وقتی که وارد کروم شدید می نویسید crazy games.com. ماشینا میرن نمیذارن ویدیو بگیر. اینا که فعال کردید منظورم رفتید توش، این سایت واسهتون بالا میاد. این کلی بازی داره. ما اینجا چون یه کمی سرعتمون اینترنتمون پایینه دیر میاد، به همین خاطر من از قبل آوردمش. بریم توش. خب حالا از اینجا میریم. یا میتونید مثل من شورتکات بسازید مخصوص به خودش. من حالا با این شورتکات میرم. خب اینجا کلی دسته بندی داره. از این دسته بندی ها این دزگیر این افعال. خب مثلا اینا بازی هایی که من به تازگی بازی کردم. این بازی kirka.io رو واقعا بهتون پیشنهاد کنم. بازی شوتر واقعا خوبیه. اگه قرار ویدیوهاشم واسهتون بگیرم بذارم، اگه اینترنت ها یاری کنن، آنلاین یک مولتی پلیر هم هست. این بازی هم واقعا خوبه. خب بازی های جدیدشه مثلا میذاره اینجا. و در ضمن اگه اولش بیان این اکانتتون رو نمیتونید بسازین چون یه کارایی میخواد. اگه این ویدیو بالای 5 تا لایک بگیره حتما آموزشش رو میذارم. پس یک کم 5 تا لایک خدایی دیگه چیزی نیست. واقعا یه لایکی بکنید ما هم حال کنیم. واقعا بهمون انرژی میده واسه ویدیو گرفتن. اینا بازی های جدیدشونه که تازه اومدن. حتی روشون نگهداری یه کمی واسطی بستگی به سرعت اینترنتتون داره واسهتون میاره این بازی چه شکلیه. من سعی میکنم حالا 2 تا بازی ازش بازی کنیم ببینیم چطوریه. خب اینا بازی هایی که ترندند، مثلا آپدیت شدن. این بازی هایی که آپدیت میارد اینجا میاد نویسه آپدیت. اینا آپدیت شدن مثلا تازگی یا این بازی. اینا هم اورجیناله، مخصوص مثلا سایت کریزی گیمه بیاره در این بازی. مثلا این کیرکا بعدش اینا. اینجا هم دو نفری هست، اکشن داره. اینا رو کلی مثلا چیز داره، آی او داره، اف پی اس داره. سلام میخوایم بریم یه دونه ورزش فوتبالش رو بازی کنیم ببینیم چطوری. بستگی میگم به اینترنتتون داره. اگه اینترنت قوی داشته باشین 100% سرعت بالا اومدش بیشتره. و این بازیه من خودم خیلی دوست دارم، بازی خوبیه. حالا بازیش میکنیم. بعضی بازی هم نیاز داره مثلا تو کروم یه چیزا رو فعال کنید. من اونو بلد نیستم راستش و خود بعضیاشون نمیتونم بازی کنم. اگه میتونید مثلا اونا چطوری باز میشه حتما تو کامنت ها بهم بگین. واقعا نمیتونم. مثلا بعضی الان بازیاشو یکشو واسهتون نشون میدم مثلا نمیره، بس نشون میدم. بعد اینکه این بازی ها رو یه گیم پلی کردیم نشون. از صبح این خیابون خلوته. از شانس من اومدم ویدیو بگیرم، یا با موتور میرن یا با ماشین.
شرمندید که به خاطر این صدا ها شرمندتونم، واقعا شرمنده شما میشیم. بیاره و اگه از این ویدیو خوشتون میاد حتما کانالمو لایک، کانالمو سابسکرایب کنید و لایک این ویدیو و کامنت فراموش نشه. و اگه میخواین اولین نفری باشید که از ویدیوهای من با خبر میشید حتما زنگوله کنارش هم فعال کنید. بس حالا بریم گیم پلیشو بذاریم. آورد بالا آورد، من موزیکشو باز میکنم، صداش هم باز میکنم، صداش خیلی زیاده. بزرگش کن اینجا تایم ویدیو هم طولانی داره میشه. بعدش این میره بستگی میگم به سرعت اینترنتتون داره، چون بازی ها
مخصوص هست مثلا این بود از معرفی و بررسی سایت کریزی گیم. خب ما اونجا یه بازی فوتبالی بررسی کردیم و آموزش دادیم چطوری وارد سایت بشیم. خب اگه خواستید سایت های بازی دیگر رو امتحان کنیم و آنها رو معرفی کنیم و بررسی و نقدشون کنیم، حتما این ویدیو رو لایک کنید و کانالم رو سابسکرایب کنید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.